آریانا سعید در حالت بدی در شفاخانه در استرالیا بستری است. دلیل سوء قصد به جان آریانا سعید در کشور استرالیا چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای بزرگ زندگی باور نکردنی آریانا سعید در کشور استرالیا. آریانا سعید در کشور استرالیا چرا رفته بود و دلیل گریه های اسیب سعید فاش شده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند بی‌بدیل، ستاره درخشان در هنر موسیقی افغانستان، یکی از صداهای سوریلا ماندگار در هنر موسیقی افغانستان بوده است. آریانا سعید از سن طفولیت علاقه فراوانی به هنر موسیقی داشت، ولی با مخالفت‌های خانواده‌اش همیشه روبرو می‌شد. آریانا در سال 2008 با اجرای کنسرتی در افغانستان در تلویزیون جهانی طلوع و سرودن آهنگ گل سیب چنان در دلهای مردم افغانستان چنگ زد که همه آریانا سعید را به ملکه دلها لقب دادند. آریانا سعید همه ساله کنسرت‌هایش را در سرتاسر جهان برگزار می‌کند. وی چند روز قبل در کشور استرالیا در 2 شهر بزرگش کنسرت‌هایش را برگزار کرد، ولی در ختم یکی از این کنسرت‌ها آریانا سعید مورد سوء قصد جانی قرار گرفت که تاکنون دلیل این کار از طرف آریانا سعید معلوم نیست، ولی آریانا سعید صحت کامل داشته است. وی قرار است تا 2 روز دیگر دوباره به کشور ترکیه برگردد و به خانه و زندگیش مانند قبل برود. آریانا سعید در کشور ترکیه زندگی می کند. وی درآمد خوبی از کنسرت هایش داشته است. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت برای شما خوبان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به لای منان سپرده شاد و خرم باشید.